مجتبی خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای فرزند علی خامنه‌ای در سال 1348 خورشیدی در مشهد به دنیا آمد. پس از انقلاب سال 1357 به همراه خانواده به تهران رفت و در مدرسه علوی تحصیل کرد. مدرسه بسیار از مدیران جمهوری اسلامی از آن برخاستند. در جنگ ایران و عراق او در گردان حبیب ابن مظاهر حضور داشت، واحدی که به هسته برای شکلگیری شبکه‌ای از روابط سپاه و امنیتی تبدیل شد و شمار قابل توجه از فرماندهان امروز نظامی و اطلاعاتی همرزمان همان دوره. پس از رهبر شدن علی خامنه‌ای در سال 1368 موقعیت مجتبی نیز تغییر کرد. او سالها در حوزه علمی قم تحصیل کرد و در بسیار از تحلیل‌ها به عنوان چهره با نفوذ در حلقه‌های قدرت شناخته می‌شد.